در مورد افغانیت 8 سال میشه تحقیق کردیم، مردم بدر یک عالم چی میکنه، ما بدر زحمت خود کشیدیم. حال تو آمدی میگی سال که شده دکتر چی هستی؟ تعقیب میکنی 8 سال شده مورد افغان شناسی. چرا مردم بیدار نکردی؟ خیلی نمیموندیشان دیگه حکومت کنن، نمیموندی دیگه با رئیس جمهور خدا شدن. وقتی بیدار کردن مردم، این مردم کاغذها را نوشته کردن که افغان نیستیم، در دیوار ارگ برآمدن. مگر تو ندیدی؟ مگر تو ندیدی که در داخل افغانستان میلیون ها انسان پرچم بالا کردن که افغان نیستیم؟ مگر تو ندیدی که وکلای پارلمان افغانستان با عزت و با شرف 120 وکیل کاغذ را امضا کردند که افغانیت نیک و مبارک قوم محترم پشتون این هویت تباری ما نیست، ما با این واژه بیگانه هستیم؟ مگر ندیدی؟ برو حال بالا کو. با او محفوظ برو حال بالا کو. هر از دست ما رفته حال محفوظ. گذشته را چی میگونی؟ حال حال هم بالا حرفی کو. مرا گوش بگیر. حال بالا کو. شهرها، گذشته را چی میگونی؟ گذشته آقای حال بالا. محفوظ شهرها از دست ما رفته، کوها پیش ما هست. این طور انتقام سخت بگیریم که هیچ کس تصورش نکرده باشه. حالا چطور میشه؟ حالا میتونی بری بگوی من افغان نیستم؟ مگر تو هر روز نمیبینی ما میزنیم بیادر بات میشه، خشتک یک طرف میگیره، نیکر دیگه طرف، لنگوته دیگه طرف. مگر نمیبینی تو جبهه آزادی و جبهه مقاومت کی است؟ مگر کسایی که امروز طالب میمانن و آسمانی میکنن؟ ما با اکثر از اونها تماس دارم بزرگوار. حال تو الله خرف برفی بد است که ما به وضاحت بتم. تو چرا خودت نمیری؟ مگر تو نمیفهمی بخشی میدیا داریم، بخشی کسی که در داخل افغانستان لنگوردار میته، طرفدارای کپایه های سلیمان را داریم، ملا داریم، معلم داریم. مگر ما خو یک دولت هستیم؟ ما خو کدام گروپ تروریستی نیستیم؟ ما تمام تشکیلات را داریم. بسیار زود تو شاهد میباشی ما پرچم عزت و شرف و اقتدار مردم افغانستان را در روی ناف ملاهیبت الله به اعتزاز میاریم. امی تو به صفت یک بچه افغان اصطلاحی آمیانه تر، در کجای تاریخ افغانستان تو شاهد بودی که یک ملا در مسجد نباشه، از یک اتاقی که هیچ جا معلوم نیست کجا است، در گوشی تلفن نماز عید بخوانه و از طریق مایک پخش شوه و برای قوم محترم افغان بگه اقتدا که و دی مایکروفون؟ بیادر ملاهیبت الله در اقامتگاه ایدگاه نرفت، قوم محترم پشتون در کندهار به مایکروفون و لاسپیکر اقتدا کردن، به امامت مایکروفون و لاسپیکر. همین 1 تن صدا نکشیدین، 1 تن نمیگین که همین نماز مردم نشد، باطل شد. چه پسته؟ مرا چرا افغان میگی تو؟ مگر تو پیشتر نگفتیم افغان هستم؟ از افغانستان هستیم. افغان کلمه کوتاهش گفته میشه، لازم نیست بگم از افغانستان. کوتاهش افغان. هر سال مکتب خواندی همین تو کلمه کوتاهش گفته میشه که افغان یعنی افغانستان. افغانستان 12 سال خواندم. 12 که 12 سال خواندی در هندوستان. عالم هندوستان مردم بگو یک همگی هندوس دیگه، حال افغانستان مردم همگی افغان شد دیگه. او بدر این میام وطنای تا کاندوم صدا کو ارزشش بهتر از امو افغان است. لطفاً تاوین نکو برای مردم افغانستان. دکتر کاندوم صدا میکنم دیگه. خیلی نه تو خود گساله خود گپ زدن تا نمیفهمی. خودت میگی حالا من خاطر تاوین نکردم. ببین که من یک حرف بزنم او محفوظ سایکو یک حرف بزنم. عالمی خودت میگی من خود چی بگم؟ خود تو میگی خودت قبول نداری. خیلی کدام وطندار خودت صدا کنم قبول میکنی؟ گپا خودت سر خودت بد میخوره میگی هم وطندار صدا کن. آل بیبی واژه افغان هویت قوم محترم پشتون، نفرین خدا به نجات پرست، اینمی به ما بیگانه است. لطفاً به من نگو افغان. و الله قسم است در کلمه میخوانم لا اله الا الله محمد رسول الله. از زمانی که میفهمیدم که افغانستان یکی است تا امروز من یکی در چرت میرم وقتی اگم تا میگن که افغان است. افغان است، افغان. این فرق میکنه. افغان نام افغانستان، افغان یک قوم است، تاجک هم است، ازبک رام است. محفوظ افغان بیبی در نوشته یکی است، در گفتار چیزی دیگه است. ایرانی ها ما او میگیم. بچه ما در کتاب که نوشته میکنیم آب نوشته میکنیم، او نوشته نمیکنیم. او نوشته میکنم. او نوشته کنی او خوانده میشه، او خو معنا نمیته.
مانا میتن. امی الف واو نوشته که به معنای او است. اگر جیم و واو دال دیگه اضافه کرد وجود میشه. ای از نگاه ادبی ما هم آب نوشته میکنیم، ایرانی ها هم آب نوشته میکنن. زبان من فروتن با زبان یک بچه ایرانی یا تهرانی شیرازی یا تاجیکستانی و سمرقندی و بخارایی و یا تاجیک پاکستان یک زبان است. او بچه فروتن، من یک چیز برات میگم. من خودم ایران رفتم، مردم ایران خوب است، من نزدیک دیدم، خدا یارشان باشه. مگم به خدا قسم است، اینی من آدم برات میگم که من در 2020 کم آمدم. من تا من 2-3 سال که یک فامیل نارو ای چیزی هم زندگی کردیم ایرانی هم. باور کن به خدا من خوب گپاشون هم میفهمم. مگم ایرانی ها گپ ما و شما را درست متوجه درست نمیشه. گپ ما و شما دلیلش هم میفهمی؟ چرا زبان ما را ایرانی متوجه نمیشه؟ دلیلش هم میفهمی؟ بله. در زبان ما متاسفانه واژه هایی که هیچ ربطی به ما نداره، یک زبان خرافاتی که تعلق به مردم نمیگیره، ادبی نیست، واژه های پشتو را اضافه کردن. رتبه‌های نظامی در کل علمی به زبان پشتو است. پشتو در آمدی برادر زبان ما خراب شده. مثلا میگن که بگو رتبه نظامی چی است، که ما چملم لایب رتمن است، که تورن است، که فلان است، که دگرمن است، که دگروال است. این تعلق به زبان من نمیگیره. این واژه پشتو است. پوهاله است، پوهنیار است، مچم فلان است و فلان است. یعنی ما مثلا دواخانه را میکنیم داروخانه بگوییم، ادویه فروشی بگوییم. با ما آمدن که در ملتون نوشته کو بیادر. اینا دنبال خراب ساختن زبان ما هستن. دوچرخه بایسکل یا شد دوچرخه میگن. کدام پشتو زبان دوچرخه میگن؟ نه اینا بیبی بایسیکل، بایسیکل اینمی واژه انگلیسی است. به خاطری که ما مردم بیشرف و بیچاره که غیر نسوار و چرس و بنگ در کشور ما چیزی نداریم، هر کشوری که هر چیزی جور کرده با همون نام که به ما آورده، بایسیکل گفتیم، موترسیکل گفتیم، موتر گفتیم، مچم فلان گفتیم، هر چیزی که هر کس نام میگه. بایسیکل هم انگلیسی و زبان است، ما کپی کرده باشه. تو چرا گردن تبسته میکنی؟ نه حال خط تو بشینیم بیادر میگه کوزه را بگی. نه تو همی حالا به خود توهین میکنی، به خود توهین داری، خود کم میزنی. برادر زبان من مردار شده. زبان فارسی ما اونم زبان ایرانی است. والله قسم است که از این دوچرخه دوچرخه چی میگه؟ همی تو تحت لفظی حالا تو بیبی از پنشیر هستی، من از اندراب. در پنشیر الو میگن، در اندراب علی میگن. هر دوش یکی است. سایکو مثلا در پنشیر یک نوع گویش لهجه است، در اندراب یک نوع گویش لهجه خاص خود داره. اما در کل کابل بیاییم، پنشیر اندراب اگر با یک کابلی سچه روبرو شوند، حتی وقتی گپ میزنن به زودی متوجه نمیشن. گویش ها فرق میکنن، لهجه ها فرق میکنن. از هر اقوام افغانستان دیدیم که پاش متوجه شدیم. در ایران که میرم باید یک ترجمان کردی خود داشته باشم، متوجه نمیشیم. امیال ایران چی میکنه؟ اگر یک تا هموطن پنشیری ما شهرهای بزرگ ندیده باشه، در پنشیر بزرگ شده باشه، شما ببرین با یک کابلی سچه روبرو بکنین، وقتی که او صحبت کنه اون کابلی به زودی متوجه نمیشه. من و تو هم امروز عین گپ است. لهجه های ما تفاوت داره با ایرانی ها. مثلا ولایت هرات نیمروز غور با ایرانی هیچ اصلا تفاوتش کم است. لهجه من و تو در شمال افغانستان با تاجیکستانی بسیار میخوره. یک تاجیکی بیای بگه فروتن، نغزی، تنجی، سازی، چه رقم هستی، من کلش هم میفهمم چی میگه. فروتن بیادر خوش شدیم. سبز و کامگار باشی، سلامتی. بازور میارم بشه. بیخی خسته شده من از این سیاست مدارای مجازی. یارا ساسلیم دیگه ما دیگه در لایف تو نمیم. ساسلیم خب این سیاست های سر دیوال از دیگه چطور کنیم وطن دارو.
این کارا رو داره بعض وقتا. وطن ساعت از یک تایم از ایسته که ما باید یک نفر رو برم بیرون که وقتش از اگر نه باز وقت میشه پسان یک ساعت داد 15 لایف مگر این تو بیشنم از یادم میره گناه داره وقت خوش وطن.